با درود، با مبحث ماساژ سینوس کاروتید در کاردیاک الکتروفیزیولوژی در خدمت شما هستم. در مقدمه باید عرض کنم که یک روش تشخیصی مهم هست که از قرن 19 استفاده می شده. یک روش تشخیصی در هسته مرکزی اسسمنت قلبیه. دید منفی نسبت به عوارض اون وجود داره، یعنی اینکه عوارض اون رو زیاد بزرگش کردند. وریشن‌های مختلفی از لحاظ تکنیکی در انجام اون وجود داره. بنابراین نیاز مبرم هست به اینکه ما یک روش استاندارد داشته باشیم که پیشنهاد ما این روش 6 مرحله‌ای است. از نظر ایندیکیشن های اون در unexplained سینکوپ افراد بالای 40 سال کاربرد داره، چون پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی و منیجمنت بیماری رو مشخص میکنه. در PSVT کاربرد داره تو دیفرنشیال دیاگنوز و درمان اون. از نظر پاتوفیزیولوژی فعالیت های سینوس کاروتید مخابره میشه به مرکز قلب و عروق در مدولا اوبلانگاتا. در اونجا فعالیت‌هاش باعث میشه که عصب واگ تحریک بشه، عصب گنگلیون سمپاتیک تحریک بشه، ضربان قلب کم بشه و ویزو دایلیشن اتفاق بیفته. از نظر محل اون در بایفورکیشن کامان کاروتید آرتریست، در سطح کارتیلیج کریکوید تایروید و در لول مهره‌های سوم و چهارم گردنی. برای لمس اون کافیه که ما سراغ استرنوکلایدوماستوید ماسل، محل وصل اون به فک بریم و قسمت جلویی اونو لمس کنیم. چه وسایلی برای این کار احتیاج هست؟ مانیتورینگ دقیق نوار قلبی نیازه که قابل ریکورد هم باشه. از اونجایی که تغییرات فشار و سنکوپ در این بیماری، یعنی همون افزایش حساسیت سینوس کاروتید، سریع اتفاق میفته، بس با دستگاه فشار معمولی نمیتونیم تغییرات فشار رو ثبت کنیم. لذا لازم داریم به کانتینیوس نان اینویسیو بیت تو بیت بلاد پرشر مانیتورینگ که با دستگاه پیشرفته و دستگاه تیلت جدید قابل بررسی هست. برای انجام این تست 2 نفر پرسنل لازم هست. باید هم در حالت سوپاین و هم استندینگ این کار رو انجام داد. اگه تست تیلت باشه که تو 60 تا 80 درجه است. بعضی از انواع این سنکوپ پوزیشن اسپسیفیک هستن، یعنی تو پوزیشن خاصی این حساسیت دیده میشه. پس باید هم سوپاین هم استندینگ رو چک کنیم. هر دوتا کاروتید رو باید چک کنیم، البته به ترتیب، نه اینکه با هم چک کنیم. در مرحله اول باید یه شرح حال کامل پزشکی و دارویی بگیریم. مطالعه کاروتید لازمه، چون اگه تنگی شدید داشته باشه نباید انجام بدیم. میتونیم از یک معاینه بالینی با گوش کردن اون و یا سونوگرافی استفاده کنیم. کانتراندیکیشن اون میشه ترانزینت ایسکمیک اتک یا استروک اگه سابقه‌ای باشه، ام آی در 3 ماه اخیر و مارکت کاروتید استنوسیس. برای انجام این تست باید ما ریسک بنفیت ریشیو انجام بدیم. ببینیم که اگر این تست رو بخوایم انجام بدیم آیا تغییری در پروتکل درمانی ایجاد خواهد شد یا نه. مرحله دوم گردوندن یا گردش سر هست که بهتره به طرف مقابل پوستریور بگردونیم و به آرامی دنبال ساینوس بگردیم، کاروتید ساینوس بگردیم.
در مرحله سوم که پالپیشن هست بهتر انگشتمون رو عمود بر کاروتید ساینوس قرار بدیم و از انگشت دوم و سوم برای انجام این تست استفاده بکنیم. در پالپیشن هم نشون دادیم که باید از روش آپ اند داون استفاده کنیم، هی بالا و پایین ببریم. مرحله چهارم که ماساژ هست. ماساژ معمولا زمان اون 10 ثانیه هست و موقعی که محل مناسب رو پیدا کردیم خب حتما باید از آپ اند داون استفاده کنیم، به خاطر اینکه ممکنه که ساینوس کاروتید در یک نقطه نباشه. در مرحله پنجم هارت ریت، بلاد پرشر و سیمتوم فرد رو باید کنترل کنیم، مانیتور کنیم و ثبت کنیم. حتی ممکنه این مانیتورینگمون طولانی باشه. مانیتورینگ طولانی چه فایده ای داره؟ خیلی وقتها در میکست سینکوپ قسمت وازودپرسور اون مدتی بعد از کاردیو اینهیبیتوری اتفاق میفته که اگر سریع تست رو قطع کنیم نمیتونیم وازودپرسور رو ثبت کنیم. در مرحله ششم که به طرف مقابل هست به تایم باید دقت کنیم، همزمان نباید با هم انجام بدیم. حتما باید هارت ریت، فشار خون به بیسلاین برگرده، استیبل بشه، بعد انجام بدیم. اگه فرد علامت دار هست ازش سوال میکنیم آیا این علامت شبیه همون مشکلیه که شما به خاطر اون اومدید تست دادید هست یا نیست. در اینجا مثالی هست از یک نوع میکست کاردیو اینهیبیتوری. میبینیم هم ضربان قلب آسیستول شده و هم افت فشار شدید داشتیم. از نظر عوارض که البته نادر هست ممکنه ترانزینت نورولوژیکال سیمپتومز باشه، اریتمیای مختلف، تروما، لوکال تروما یا دیسکامفورت باشه و افت فشار. یک نکته مهم این که عوارض مغزی حتما نیاز نیست که کاروتیدمون درگیری مهم داشته باشه، بلکه ممکنه با موارد که سیگنیفیکانت نیست هم دیده بشه. سپاسگزارم.